الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال عليه السلام: إن الله حيء كريم يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. وقال عليه السلام: إن للصائم عند الفطر دعوة مستجابة، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. مقصود عاشقان دو عالم لقای توست، مقصود عاشقان دو عالم لقای توست، مطلوب طالبان حقیقت رضای توست. هر جا که شهریاری و سلطان و سروریست، محکوم به حکم حلقه به گوش گدای توست. بودیم بران که عشق تو پنهان کنیم، ولیک در شهر تمام غلغله و ماجرای توست. قوم هوای نعمت دنیا همه پزند، قوم هوای عقبا و ما را هوای توست. با نام یاد خداوند غفور و رحیم، با نام یاد خداوند بسیار بخشنده مهربان، با نام یاد خداوندی که بخشش و غفران و مهربانی اون بزرگتر و بالاتر از قهر و غضب و خشم اوست. و سلام و صلوات پروردگار بر آخرین و بهترین فرستاده خدا، و سلام و درود خداوند بر خانواده و اصحاب وی، و سلام و رحمت خداوند بر شما بندگان خدا در این ماه رحمت و مغفرت و بخشش و نجات و نور و ضیافت و مهمانی خدا. بشارت و خوشخبری دین برای روزداران. خداوند می‌فرمایند هنگامی که بندگان من درباره نزدیکی من به خودشان از تو سوال میکنند، با اونها بشارت و خوشخبری بدو که ما به بندگان خود نزدیک هستم، صدای اونها، مناجات اونها را میشنوم و از اونها میپذیرم. خداوند از همه چیز کرده بر انسان قریبتر و نزدیکتر است. و نحن اقرب الیه من حبل الورید. خداوند می‌فرمایند ما بر انسان از رگ جان اون کردم نزدیکتر و قریبتر هستیم. خداوند برای پذیرفتن دعا چند شرط مختصر می‌گذارند. اول اینکه فقط و فقط ما باید خدا را بخوانیم، از خدا طلب بخشش و استغفار کنیم. و دوم اینکه باید ایمان راسخ و محکم به خدا داشته باشیم. ایمان بر این داشته باشیم که خداوند ما را میبخشد. ایمان بر این داشته باشیم که خداوند صدای ما را میشنود. ایمان بر این داشته باشیم که خداوند از همه چیز و همه کس کرده بر ما نزدیکتر و قریبتر است. وقتی که این صفات را در خود جمع کردیم، خداوند بر ما وعده می دهد که شما از جمله رستگاران دنیا و آخرت هستین. لعلهم یرشدون، خامخا شما راهیاب و کامران می شوین. و رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند خداوند کریم را حیا می آید وقتی بنده ای از بندگان اون دستان خود را به سوی خدا بلند کند و اونها را خالی برگرداند. و همچنین رسول خدا فرمودند کسی روزه ماه مبارک رمضان را از روی ایمان به خدا و در حال بودنش طلب کننده ثواب و بخشش از خدا باشد، خداوند گناهان گذشته اون را می بخشد. و همچنین فرمودند که دعای روزداران در هنگام افطار از سوی پروردگار پذیرفته می شود. از همین رو حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما نقل شده است که قبل از افطار فرزندان خود را جمع می کردند و دست جمعی دعا می کردند. خداوند کریم دعاهای هنگام افطار و سحر همه من و شما را به درگاه خودش به شایستگی قبول بفرمایند. دهه مغفرت ماه مبارک رمضان بر شما مبارک.